علم دنیا از کجا پیدا شد؟ بسیار از مردم فکر میکنن که علم دنیا این محصول کافرها هست. ما مسلمان ها فقط خرافات پرست هستیم و گویا و ما از ترقیات دور هستیم. و الله تعالی در سوره انعام میگوید که و خلق کل شیء، الله تعالی تمام چیز را آفرید. دلخواه علم دنیوی را بیاره درباره چی صحبت میکند؟ موضوع بحثش چی است؟ کدام علم دنیوی را مثال نبیارید؟ اگر درباره آفتاب و آسمان و ستاره ها سخن کند، آفتاب و ماهتاب و ستاره ها را کی آفرید؟ اگر درباره اینترنت و این علاقه امروزی جهانی اگر سخن کنید، این موجه ها را در فضا در اتمسفر کی آفرید؟ یا اگر درباره گیالاگی سخن کنید و قشری زمین آموزی سخن کنید، طبقه های زمین یا آبشناسی یا هواشناسی یا اینکه عاید کوه و درخت و یا درباره حیوان های یا انسان ها، درباره دلخواه علم اگر سخن کنید، این مخلوقاتی که این علم شما عاید آن بحث میکند، این مخلوقات را که آفرید؟ و خلق کل شیء، الله تعالی میگه که الله سبحانه و تعالی تمام چیز را آفرید. و هو بكل شیء علیم، و الله تعالی به همه چیز علیم هست، یعنی نهایت علم دار است. هر کسی که چیزی را ساخت او نسبت همون چیزی ساختگیش دانا میشد. الله تعالی همه چیز را آفرید و عاید همه چیز نهایت علمدار و دانشمند است. خب الله تعالی که این دنیا را آفرید، این فضا را آفرید، این کائنات را آفرید، او داناترین ذات است. علم دنیا را از همه خوب کی میداند؟ الله میداند. بنابراین عالم چقدر که در کتاب تعارض العقل و النقل آمده است، هو کل ما سوی الله، هر چیزی که غیر الله است اون به کلمه عالم داخل میشد. امام سیوطی هم والعالم عبرة عن کل ما سوی الله گفتن در کتاب الحبائک فی اخبار الملائک. عالم عبارت از هر چیزی غیر الله. الله تعالی در بیرون عالم است، الله تعالی پروردگار عالم است. هر چیز غیر الله تعالی عالم است. الله تعالی عالم را آفرید و عاید عالم الله تعالی عالمترین ذات است. خب مادامی که عالمترین ذات الله تعالی است، او علم دنیا را هم به ما تعلیم دادگی است. حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. حضرت لاهوری گفتن که حکمتی اشیا یعنی علم دنیا اگر خوب دانی، نیست هرگز زاده مغرب زمین. این مال مردم مغرب زمین نیست، یعنی مال مردم اروپا نیست، یعنی اساسگزارهای علم دنیا اروپایی ها نیست. اونا دیر و زکک از علم رنگ و بو نداشتند. حتی مسلمان ها وقتی که کشورهاشون چندین کیلومترها سنگ فرش بود و شبها چراغها درخشان بود در شب، در کشورهای اروپا، در بریتانیا و فرانسه اگر یه باران بارد یک هفته مردم بلای میغوتیدند. حالا که مسلمان ها کوچه هاشون منفرش نه سنگ فرش بود. حالا در مثلا در آلمان حالا خیلی از شهرهاش سنگ فرش است از زمانهای خیلی گذشته. خود ایتالیا هم اکثریت شهرهاش سنگ فرش است. یعنی این قوتی، یعنی صرف و خراجاتش هم زیاد است، وقت را هم زیاد میگیرد، قوتش هم صفتش هم به قوت است. یعنی کوچه ها رو سنگ فرش کردن. اون مسلمان ها در زمانهای خیلی قدیم داشتن، یعنی در ترقیات مسلمان ها از مردم اروپا پیش بودن و در علم دنیا هم. حکمتی اشیا اگر دانی یقین، نیست هرگز زاده مغرب زمین. بلکه آن علمی سماوی بوده است، هم به شرق و غرب مساوی بوده است. بلکه علم دنیا علمی سماوی هست،
علمی از آسمان آمده است. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که کان یقال، گفته میشد که اصل علم طب هم از بعضی پیغمبرها آمدگی است. حتی پیغمبر عیسی که پیش از پیغمبر ما مبعوث شدن به یک مردم پیغمبر شدن که در علم طب ترقی کرده بودن و وقتی که معجزه‌شان با علم طب که آمدن مردم در حیرت گذاشتن. مثلا برای یک درست کردن بیماری پس چقدر سالها با گیاها پوست رو می سوزانیدند و مهنت میکردند و کوشش میکردند طبیبا. بالاخره در مدت 20 سال یا 40 سال اون پوست کمتر رنگش دیگر میشد، خرسند میشدن که یعنی که طب ما نتیجه داد. یا به کلها طبابت ها میگذارندن موی میبرآمد. حضرت عیسی آمدن همین کل با دستشان یک مسح میکردن کل موی میبرآورد در حال. پنس با دستشان مسح میکردن در حال درست میشد. مسیح عیسی گفته شدن، بنابراین مسیح از کلمه مسح، یا مسح میکردن در حال طبابت میشد. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله به چشم حضرت علی توف کردن از آب دهان مبارکشان که در حال درست شد و بهترینی دو چشمش شد. یعنی در حال درست میشد. یعنی طبیب ها دیگه دو زانو نشستن در روبروی طبی حضرت عیسی علیه السلام. بنابراین علم دنیا اصلش از آسمان، از نزد الله تعالی آمده است. اون برای مشرق و مغرب زمین برابر است. این علم ها مال کسی نیست. این علم ها حد و سرحد ندارد. دین، علم، اینها مال کسی نیست. اینا عموم هستن برای تمامی بشریت. حضرت در جای دیگر میگن که ساز و برگی ما کتاب و حکمت است، این دو قوت اعتباری ملت است. ساز و برگی ما یعنی سبب پیشروی ما، سبب سبزش ما، آبادانی دین و دنیای ما این کتاب و حکمت است. یعنی قرآن است علم دین و حکمت است یعنی علم دنیا. حکمت منظورشان علم دنیا است. یعنی ما اگر علم دین و علم دنیا را جمع کنیم این سبب پیشروی ما میشد. این دو قوت اعتباری ملت است، آبروی ملت را بلند میبردارد. اگر متخصصان ما هم علم دینی هم علم دنیوی داشته باشند در این صورت ما بالا میرویم. آن فتوحات جهانی ذوق و شوق، این فتوحات جهانی تحت و فوق، هر دو انعامی خدای لایزال، بندگان را این جلال و آن جمال. هر دوشم داد الله تعالی هست. این مال کسی نیست، انعام الله هست برای بندگان. علم دین جلالت و بزرگی است. بر ضمن علم دین اگر علم دنیا داشته باشه این جمال و زیبایی هست. کسی که علم دین دارد و علم دنیا دارد او مانند عقاب بلند پرواز است. حضرت در جای دیگر میگن رد به آنهایی که گمان میکنن که علم دنیا این محصول مهنت اروپایی ها هست و اونا گویا سرچشمه علمی دنیا باشه. امروز واقعا اونا ترقی کردن. اونها از همه مردمی درجه بلند در مسئله دنیا به پیش رفتن، درست. ولی این اعتقاد نادرست است که سرچشمه علم دنیا آنها هستند و این مال آنها هست. نه، این نادرست است. حکمتی اشیا فرنگیزاد نیست، اصل او جز لذتی ایجاد نیست. فرنگیزاد یعنی اروپاییزاد نیست. حکمتی اشیا علم دنیا. نیک اگر بینی مسلمان زاده است، لیکن اگر خوب نگاه کنی و علم تاریخ دانی علم دنیا هم اساسگذارهاش مسلمان ها هست. به شهادت خود اروپایی های امروزه در کتاب تمدن اسلام و مسلمان ها یکی از اروپایی ها می نویسد که مردم اروپا مدیون مسلمان ها هست، از مسلمان ها قرضدار است. در تمام دانشگاهاش کتاب های مسلمان ها به زبان اونها ترجمه شده است، درس گفته میشه. در ساحه طب هم، در ساحه گیوگرافی هم، در ساحه الگبر هم، در دیگر ساحه ها، حتی فیزیک و شیمی هم. نیک اگر بینی مسلمان زاده هست، این گوهر از دست ما افتاده است. این گوهری نایافت
علم از دست ما افتاده است به آنها. چون عرب اندر اروپا پر گشاد، علم و حکمت را بینا دیگر نهاد. عرب ها وقتی که وارد اروپا شدند، اندلس 600 سال مسلمان ها اونجا خلافت داشتند. غرب اسپانیا امروزه، از همون اسپانیا که مسلمان ها اونجا حکمران بودند و ترقیات داشتند و حضارت اسلامی داشتند، در یک سال زیاده از 70 تا 80 هزار کتاب تهیه میشد. کتاب می نوشتن مسلمان ها، آیدی 500 فنهای مختلف اونا می گرفتن، می خوندن، ترجمه می کردن به زبانهای خودشان از زبان عربی. بنابراین گفتن که چون عرب اندر اروپا پر گشاد، علم و حکمت را بینا دیگر نهاد. وقتی که عرب ها وارد اروپا شدن، اونا مردمی خرافات پرست بودند، با علم دنیا سر و کار نداشتند. چون عرب اندر اروپا پر گشاد، علم و حکمت را بینا دیگر نهاد. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. دانه را آنها کاشتند. صحرانشینان مقصد عرب ها. عرب، خودی کلمه عرب اعراب بادیه نشین گفته میشن، چون که اکثری آنها در بادیه می نشستند. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. برای من گفته نمیشد که این عملیات و اینترنت و کاندیسنر و تلفن و اینا همش 100% محصول مهنت اینها گفته نمیشد. در این مسلمان ها هم شرکت دارند، چون که اگر یک میوه به نزد دسترخوان شما آمده شود، لیکن کسی که کشت کرده است مسلمان است، کسی که آب داده است مثلا نصرانی هست، کسی که حاصلش گرفته است بت پرست است، مثلا کسی که امروز در بازارها فروخته استادیان یهود هست، مثلا اینجا دستی همه است. این خیلی گمان نکنید که مسلمان ها، بله امروز مسلمان های ما یعنی بی غیرت شدند، تنبل شدند، روی از علم و از فرهنگ و از تاریخ و تمدن خود روی تافتند، به اصل خود باز نگشتند، امروز به این ذلت و خواری رسیدند. لیکن پیشتر این خیل نبود. دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. این پری از شیشه اسلافی ماست، باز سیدش کن که آن از قافی ماست. یعنی باز مسلمان ها رو ترغیب دارن که ای مسلمان ها، بازگشت به اصل خود کنید، بازگشت به دین مقدس اسلام کنید که در اولین فرمانش شما را فرمانی به خواندن داده است. خواه علم دینی هست خواه علم دنیوی، شما علم آموزید. در اندلس چه خیلی که گفتیم قسمت غربی از اسپانیا 600 سال مسلمان ها خلافت داشتن. بنابراین در کتاب میراث اسلام مصنفش میگوید که پس باید اسپانیا را مشعلداری تمدن اروپا خواند. سببگاری تمدن و پیشروی اروپا اسپانیا هست و سببگاری پیشروی اسپانیا مسلمان ها هست که آنجا خلافت داشتند و از کشورهای عرب آمده علم خود را در آنجا رواج دادند.